به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، امروز ما لازم دانستیم که به طور اضطراری یک صحبتی آنلاینی با مردم شریف تاجیکستان داشته باشیم و آن هم باشد در موضوع وضعیت امروزی تاجیکستان در رابطه با کرونا ویروس که تمام جهان را فرا گرفته است. خبرهایی که از کشور به ما میرسد و خبرهای هم رسمی و هم غیر رسمی بیانگر آن هستند که وضعیت کشور خوب نیست و بالاخره چه مقامات دولتی تاجیکستان را اعتراف کردند چه نکردند، این مصیبت به کشور عزیز ما هم وارد شد، رسید و شاید که هفته ها یا حتی ماه پیشتر به تاجیکستان وارد شده بود، اما تلاش می شد که از بودن کرونا ویروس در تاجیکستان اعلان نشود و طرز رفتار میکردن مسئولین که گویا که در تاجیکستان یک دولت استثنایی است، کشوری استثنایی هست که کرونا ویروس با این آن دلیل وارد آن نمیشود. اما متاسفانه این آرزو و امید و خوشبینی های ما مقامات و هم مردم راست نبرآمد و برعکس اون هشدارها و آگاهی‌هایی که هم متخصصان سطح جهانی هم متخصصان محلی بخصوص نمایندگان فعال جامعه می‌کردند که باید چاره‌های پیشگیری شونده جدی‌تر دیده شود، اون آگاهی‌ها و هشدارها متأسفانه عملی شدند و امروز ما دیده هستیم که در کشور ما شماره کسانی که از بیماری‌های گوناگون می‌فوتند و اگرچه تا به حال هیچ کسی را اعتراف نکردند که از کرونا ویروس است، اما یک باره بیشتر شدن شماره فوتیدگان و مریضان بیانگر آن است که متأسفانه چی می‌خواهیم چی نمی‌خواهیم این بیماری در تاجیکستان ما وجود دارد. همونطوری که ستاد جمهوریوی با رهبری سروزیر جمهوری تاجیکستان اعلان کردن علیه که تمام مکتب‌ها، تمام مؤسسه‌های تعلیماتی میانه و ابتدایی و باغچه بچه‌ها بسته شد، این بیانگر آن است که علیه وضعیت در مکتب‌ها، در تعلیمگاه‌های تاجیکستان به حد ناگوار هست که دیگر مجبور به بستن این مؤسسه‌ها شدند. از آن جمله مرگ چندین استادان و معلمان که خود باعث نگرانی پدر و مادران شد. اما اینجا سوال‌ها با وجود میاد هموطنان عزیز که آیا تاجیکستان خوب کرد که دیر اعلان کرد، یعنی این چهارراه قطعی را دید، یا برعکس ما کمی تأخیر کردیم؟ وضعیت جهان را اگر ببینیم در اکثر کشورهای جهان ویروس کرونا علاقه رو به پایین روی دارد. در اروپا اینجا که ما هستیم بلافاصله حکومت ها آمدن حالت کرانتینی اعلان کردن، مکتب ها را بستند، فروشگاه ها را بستند، در نقلیات محدودیت ها جاری کردند و از مردمشون هیچ چیز را پنهان نکردند. خود رهبران دولت ها از ملاقات ها، از چاره‌بینی های عمومی دست کشیدند و این باعث آن شد که توانستند این روند را کنترل کنند و امروز شماره مبتلا شدگان به این بیماری در اروپا و عموما در سطح جهان به پایان رفته ایستاده است و برعکس حیات برمیگردد به حالت معمولی خود. از آن جمله در منطقه ما هم در قزاقستان، در ازبکستان، در قرقیزستان، در اون کشورهایی که بلافاصله رهبریتش جسارت نشان داد، اعلان کردند و چاره‌های لازم را دیدن، امروزها وضعیت دارد آهسته آهسته معتدل می‌شود. من خبر خواندم که البته در شهر الماتا روند مبتلا شوی مردم به کرونا ویروس رو به کاهش دارد، در صورتی که در تاجیکستان ما در اون روزهای اول پیدایش این بیماری در آسیای مرکزی امکانیت پیشگیری از آن خیلی زیاد بود و ما امکانیت‌های زیاد داشتیم، چون شماره مبتلا شدگان یا کم بودن یا اصلا نبودن و با اجرا کردن توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی و قاعده‌های بهداشت بخصوص از طرف رهبریت کشور و از طرف مسئولین ما میتوانستیم سطح این مصیبت و فاجعه را پایین‌تر بریم. اما متاسفانه برخلاف همه جامعه جهانی رهبریت تاجیکستان راه دیگر را پیش گرفت، دقیقاً مثل رهبران ترکمنستان، کره شمالی و چند کشورهای دیکتاتوری دیگر مثل بلاروسیا که در اول نخواستند اعلام کنند، اعتراف کنند، اما مجبور میشوند دیر یا زود این را اعتراف کنند. اما در این بین
دهها و شاید صدها جان را ما از دست خواهیم داد و شاید که دهها هزار هموطن ما گرفتار این بیماری شوند. کسی تا به این روز گفته نمیتواند که عدد مبتلا شدگان در تاجیکستان چقدر است. اما آن چیزی که از رسانه ها معلوم است، آن چیزی که از خبرهای غیر رسمی می آید، از مردم می آید، معلوم می شود که متاسفانه شماره به مراتب بیشتر از آن است که ما تصورش کرده می توانیم. فقط اگر یک آمار ما نگاه کنیم که طبق گفته متخصصان همگی 3% مبتلا شدگان از کرونا ویروس هلاک می شوند. اگر این را ببینید که تا امروز در تاجیکستان چند نفر فوتید و آن را اگر این 3% باشد، پس تقریبا می توان مشخص کرد که شماره عمومی مبتلا شدگان چقدر است. و من در اینجا میخواستم از همه کسانی که از روز اول بانگ خطر کردند و هشدار دادند که باید اقدام‌های جدی گرفته شود، میانه‌داری خود و تمام مردم مهاجر در خارج را بیان کنند. چون اگر تلاش و زحمت این فرزندان ملت نمی بود که با وجود آن که این ضربه های اول را به خود قبول کردند، اگر یادتان باشد دوستان عزیز، وقتی که اولین مراتبه پیشنهاد کرده شد و جدی گرفته شد که این کرونا ویروس به هیچ کس رحم نخواهد کرد، باید که حکومت تاجیکستان چاره های لازمی را بیاندیشد، یک گروه از آدمانی که عادت کردند مهاجرین را و جامعه شهروندی را و خصوص اپوزیسیا را متهم به خیانت، متهم به وطن فروشی و حتی متهم به آن کنند که گویا کسی در بیرون آرزو داشته باشد، میخواسته باشد که در تاجیکستان کرونا ویروس بیاید و اونها خودشون را وطندار و پاتریوت اعلام کردند و این هموطنان ما و شما را که یک کمی آگاهانه تر رفتار میکردند، اینها را خائن و متهم به جنایت‌های دیگر کردند. اما این گروه این ضربه ها را به خود قبول کرد، عقب نشینی نکردند، چه نمایندگان رسانه ها چه رسانه های مستقل. البته من پیش از آن میخواستم اینجا میانه‌داری تمام مردم تاجیک را به رسانه های مثل آزادی، مثل اخبار، مثل ازیا پلوس که با وجود آن که در داخل کشور هستند اما رسالت اطلاع رسانی خود را همچون ژورنالیست و همچون رسانه درست انجام دادن بیان کنیم. زیرا اگر این آگاه کردن آنها نمی بود، اگر این مجبور کردن مسئولین نمی بود، آنها هیچ وقت مسئولین تاجیکستان این چاره ها را نمی اندیشتند. البته جامعه شهروندی هم، حزب و حرکت های اپوزیسیونی هم در این مسیر سهم خود را گذاشتند و ما می‌بینیم که کارشناسان، فعالان اجتماعی چه در شبکه‌ها چه نامه‌نگاری به سازمان‌های بین‌المللی و با شکل‌های گوناگون تأثیر رساندند تا اینکه حکومت تاجیکستان یک مقدار هم باشد حرکت کند. ما پیمان ملی تاجیکستان بلافاصله یک پیشنهاد مشخصی 10 گانه خود را به حکومت پیشنهاد کرد و به مردم مراجعت کرد. از جمله ما روز 20 به سازمان جهانی بهداشت مراجعت کردیم با نامه رسمی و این را باید بگویم که این نامه اگرچه به رهبری این سازمان جهانی بود، نسخهش را ما به خانم گالینا پیرفیل و نماینده این سازمان در تاجیکستان هم روان کردیم، زیرا که در اون نامه یک شکایت سبک هم از رفتارها و موقع‌گیری‌های این خانم در تاجیکستان بود و ما دعوت کردیم که یک کمی بیانیه‌های مسئولیت شناسانه باید این سازمان بخصوص نماینده‌اش در تاجیکستان به مردم اعلام کند، زیرا که این سازمان جهانی خیلی سازمان معتبر است، مردم به آن اعتماد دارند و اگر همون گفته‌های حکومت تاجیکستان را تکرار کند این باعث آرامش و بی‌تفاوتی مردم می‌شود. مردم کرونا ویروس را جدی نمی‌گیرند، احتیاط نمی‌کنند، چون که سازمان جهانی بهداشت گفته است که در تاجیکستان نیست. وقتی که تمام جهان میگوید که هست، وقتی که نشانه‌های آن هست ولی یک سازمان بین‌المللی نماینده‌اش میگوید که نیست، این باعث فارغبالی و بی اهمیتی مردم میشود که این هم شد متاسفانه. و من بنابر همین یک قسمتی از مسئولیت را که با آن که الان شاید که شماره مبتلا شدگان در تاجیکستان زیاد باشد، اولش به نمایندگان حکومت و رهبری کشور این را مسئول میدانم، دوم که نماینده سازمان جهانی بهداشت را و بعدا یک قسم از رسانه ها و کسانی که همیشه طرف اپوزیسیا و جامعه شهروندی را متهم میکرد و مردم را
با این شعارهای یک کمی ساده لوحانه که ما ملتی تاجدار هستیم، این کرونا ویروسی تاجدار ما مبتلا نخواهد شد و با این آرام کردن های بی اساس اونها باعث آن گشتند که امروز متاسفانه در جامعه ما این بلا وارد شد. در صورتی که تمام جهان رو به آرامش، رو به خیر و خوش با این ویروس رفته ایستاده است، کشور ما اکنون وارد این مرحله شد، حالا که ما 1 ماه پیش 2 ماه پیش می توانستیم پیش روی این بیماری را بگیریم. من اینجوری میخواستم به مردم عزیز تاجیکستان، بخصوص به اون پدر و مادرانی که از روز اول آمدن در فکر فرزندان خود شدن و بچه های خود را به مکتب نفرستادند، اگرچه با آنها جریمه تهدید میکرد، اگرچه فشار دیرکتورهای مکتب ها، جماعت ها و مسئولین دولتی بود، اینها آمدند این همه را تحمل کردند و در اول آیسته آیسته شروع شد این روند، چند پدر و مادر نفرستاد، بعدا آیسته آیسته مردم وقتی که احساس کردند که حکومت حقیقت را نمیگوید، راست نمیگوید، شمار زیادی از پدر و مادران آمدن اعتراض کردند و فرزندان خود را اجازت ندادند که به مکتب ها بروند و این باعث آن گشت که امروز حکومت تاجیکستان مجبور شد که مکتب ها را ببندند، برای آنکه طبق خبرهایی که به ما رسید شماره یا درصدی بچه‌هایی که به مکتب می‌رفتن خیلی کم بود، به این هم درصد دیگر تعطیل شده بودند، چون هیچ پدر و مادر نمیخواد که فرزندش مبتلا شود و این یک نمود اعتراض شهروندی بود، یک نمود اعتراض مدنی بود که مجبور کرد حکومت را که چنین یک تصمیم را بگیرد. وقتی که ما میگوییم که ملت ما نیاز به یک قیام ملی دارد و جز قیام ملی دیگر یگان راه تغییر وضعیت نیست، این اعتراض پدر و مادران، اعتراض جامعه و اهمیت ندادن به موقع حکومت، این خودش یک نمود اعتراض است و این قدم اول برای قیام ملی هست. این نشان میدهد که ملت ما واقعا هم قدرت مبارزه و مقابله را دارد، اگرچه بعضی از هموطنان میگویند که اونقدر غیرت و جسارت ملت را شکستند و ملت را به غلامی و به ترسوی عادت کناندند که دیگر امید به قیام بستن نشد. اما میبینیم که نه، اگر که کارت با خان رسید مردم خودش اعتراض خواهد کرد و طبیعی است که مینه‌داری خود را به اون فعالان جامعه شهروندی که در رسانه‌ها، در شبکه‌ها خیلی خوب کار کردند و باعث آن گشت این همه که حکومت مجبور شود به این عقب نشینی. اما من امید دارم که اون قسمتی از هموطنان ما، اونایی که هنوز هم اون وجدان و ننگ و ناموس در خود نگه داشتن در داخل کشور، اگرچه طرفدار حکومت هم باشند، از این به بعد دیگر هموطنان خودش را که در خارج هستند و یک کمی مسئله را دیگر خیل می‌بینند متهم به بی‌تفاوتی، متهم به بی‌پروایی، به خیانت نکنند و از آن جمله متهم که گویا کسی در آرزوی آن باشد که در تاجیکستان کرونا ویروس پیدا شود. ما این را با تأسف میگیم که آن وارد شد و کاش که زودتر اقدام های لازمی میشد که این حجم را ما نمی داشتیم امروز. کاش پدر و مادران خوجندی ما، پدر و مردم خوجند جسور هم در ماه مارس در اون مراسم های نوروزی که مردم را مجبور کردند که به ورزشگاه ها بیایند، فرزندان خود را اجازت نمیدادند، دانشجویان را اجازت نمیدادند، مثل که امروز در دوشنبه پدر و مادران فرزندان خود را اجازت ندادند. اگر اجازت نمیدادند من مطمئنم که اون چاره‌بینی خودش باعث پهن‌شوی این بیماری در ولایت سوق نمیگشت. اگر اون چاره‌بینی نوروزی را پرزیدنت نمیگذاراند و اگر مردم جسارت میکردند که فرزندان خود را اجازت نمیدادند، امروز ما فرزانه بیمار، آذرخش بیمار را در حالت کرانتین نمی‌داشتیم. امروز نویسنده 80 ساله تاجیک را در حالت دشوار نمی‌داشتیم. امروز اون حالت نیم کرانتینی را در ناحیه باباجان غفوروف در بزرگترین دهه تاجیکستان خستاورز نمی داشتیم. جای تشکر و مینه‌داری از مردم جسور این دهه بزرگ هم هست که خودشان منتظر حکومت نشدند و آمدند یک کرانتینی مردمی را در دههشون جاری کردند، چون اونها احساس کردند که حکومت آماده است به خاطر اثبات آن دروغ رهبریت کشور جان صدها و هزارها مردم را قربانی کند. خودشان آمدند وارد کار شدند
و پاسوها ماندن، کرانتین مردمی اعلام کردن و از نگاه من کار خوب هم کردن. باید مردم تاجیک همین خیلی آگاه باشد، دلیر باشد. وقتی می‌بیند که حکومت بی‌مسئولیتی نشان می‌دهد، ملت باید خودش مسئولیتش را به دوش بگیرد و این گونه دست جمعانه عمل کند. هموطنان گرامی، خبرهایی که از داخل از وضع زندان‌ها به ما میرسد خیلی نگران کننده هستند و من دعوت میکنم از همه پدر و مادران، از همه فرزندان، از همه همسرانی که نزدیکانشان در زندان‌ها هستند، همون طوری که پدر و مادران اجازت ندادند و فشار آوردن بالای مقامات که مکتب‌ها بسته شود، من خواهش میکنم از شما، دعوت میکنم شما را که در مسئله اطلاع رسانی درباره وضعیت زندان‌ها یک کمی فعال باشید، یک کمی جسور باشید. چون خبرهایی که با ما میرسد حکایت از آن میکنن که شماره زیادی از زندانیان هم متاسفانه گرفتار این مریضی شدند و خبرها درباره بالا رفتن تب زندانیان میرسد. چندین از زندانی ها با خش تبار خودشون این پیام ها را رساندن و ما از رسانه ها خواهش میکنیم که این صحبت ها را با خش و تبارها در موضوع وضع زندانی ها بیشتر کنند. چون تا اگر ما بانگ خطر اعلان نکنیم و مردم وارد این کار نشوند، همون طوری که حکومت جمهوری تاجیکستان پیشتر رفتار کرده بود، باز نسبت زندانیان رفتار خواهد کرد. ما دیدیم که مرگ 10 نفر از زندانی ها را به بهانه آنکه کدام یک نان خلب زهرآلود بوده است با آن نشان دادن، یا اینکه حالتهای دیگری مرگ و میر دست جمعی زندانی ها را با یک بهانه های دیگر نشان دادن. نشود که فرزندان ما و شما، پدران ما و شما با این بی‌مسئولیتی حکومت و بی‌پروایی ما و شما باز هم اعلان کنند که خب یک کسی از بیماری دل، کسی از التهاب شش یا بیماری های دیگر گذشتن. اما اینجا مسئولیت ما هست که یک کمی سر و صدا را بیشتر کنیم، فشار را بیشتر کنیم تا اینکه زندانی ها وضعی بهتر داشته باشند. ما در پیام خودمون، پیشنهاد خودمون به حکومت در روز اول گفته بودیم که مثل که در تمام دنیا زندان ها را سبو کردن، زندانی ها را جواب دادن، به خصوص کسانی را که سینشان از 60 بالا هست، از حکومت تاجیکستان طلب کردیم این کار باید در تاجیکستان انجام شود. زندان های تاجیکستان پر از زندانی هست و با آنها واخوردن با خش تبار را ممنوع کردند، قبول خوراک را از خش تبار ممنوع کردند. ما میدونیم وضع خوراکی زندان ها چگونه است. اگر بگوییم که این بیماری با کسانی سینشان از 60 بالا خطری بیشتر دارد، برای آنکه ایمونیته آنها ضعیف است، یک زندانی تاجیک اگر عمرش 40-50 هم باشد، بداند که ایمونیته بدنی او مثل یک ایمونیته یک نفری 60-70 ساله هست، برای آنکه نه خوراک خوب دارد، نه درمان خوب دارد، نه آفتاب میگیرد. مجموع این عامل ها باعث میگردد که ایمونیته آنها ضعیف شود. بنابر همین اگر ما میخواهیم که در زندان ها این بیماری رواج نیابد و جامعه را تاثیر نرساند، وقتی آن رسیده است که هم از لحاظ انسانی، هم از لحاظ طبی و هم با طلب و درخواست جامعه بین المللی، از آن جمله سازمان ملل متحد که بارها شد از تاجیکستان طلب میکند زندانی های سیاسی را رها کند، وقتی آن رسیده است که حکومت تاجیکستان این اقدام را اجرا کند و این زندانی های سیاسی را پیش از همه رها کند. بعدا تمام زندانی هایی که اونها در معرض خطر قرار دارند، سینشان از 50 بالا است، اونها را به خانه های خودشان جواب بدهد و شمار دیگر زندانی ها را که جنایتشان، گناهشان زیاد وزنی است، آنها را برگرداند به پیش پدر و مادرشان. این تجربه را جامعه جهانی دارد. در امریکا، در ایران، در اروپا، در تمام کشورها شماره زندانی ها را کم کردند تا اینکه پیشگیری شود از رواج این بیماری در بین زندان ها. پیمان ملی تاجیکستان هم حتما امروز ما تصمیم گرفتیم که یک نامه علاوگی، همون طوری که با سازمان جهانی بهداشت زدیم درباره فعالیت نمایندهشون در تاجیکستان، یک نامه دیگر درباره وضع زندانی ها بنویسیم تا اینکه این سازمان وادار کند، فشار بیارد که زندانی ها از زندان ها رها کرده شوند و این چنین به دیگر سازمان ها، به سازمان ملل متحد هم چنین نامه ها فرستاده خواهند شد.
دوستان عزیز، هموطنان گرامی، خبرها به ما رسید که پروکراتور جمهوری تاجیکستان شروع کرده است به تفتیش حالت‌هایی که کرانتین ویران کرده شد و جزا دادن بعضی از مسئولین، بعضی از نفرهایی که رفتار آنها، عمل آنها باعث پنشوی این بیماری در تاجیکستان شد. من فکر میکنم بسیار کاری سر وقتی است. اگرچه پروکراتور خیلی دیر کرد، پروکراتور گنرالی تاجیکستان باید از روز اول وارد کار میشد و تمام مسئولینی که سهلنگاری کردن، معلومات را پنهان کردن یا از خود عملی نادرست یا به عملی نشان دادن، آنها را به این تفتیشات میکشان. اما دیر هم شده باشد کاری خوبی هست. اما من از یک چیز نگران هستم. حالا نشد که پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان بیاید چند از دختران رده پایانی را که بیچاره به این هم در صف اولی مبارزه با کرونا ویروس هستند، آنها را گناهکار بداند، چند رسانه دولتی را که خبر را سری وقت نرساندند، یا چند از مسئولین بیمارستان ها یا اون جایهایی که کرانتین میشد تنها اونها را گناهکار به حساب و تمام این گناه را، عیب را بر دوش چند نفر بزنند. همونطوری که در مسئله مبارزه با کروپسیا میبینیم چند معلم و چند دکتر و چند انسان‌های عادی را، رئیس جماعت ها را میخپند. هیچ بار ندیدیم که وزیر را، رئیس کمیته را یا رئیس ناحیه و ولایت را حبس کرده باشد کسانی که در مبارزه با کروپسیا هستند. من میترسم که این در این جا هم، در این مبارزه با کرونا ویروس هم، پروکراتور گنرالی چند انسان عادی را گناهکار پیدا خواهد کرد. اما بیاید پروکراتور گنرالی ببیند که از روز اول مسئولین تاجیکستان از پرزیدنت شروع کرده تا وزیرها و تا رئیسان شهر و ولایت ها چگونه رفتار کردند. اگر ببیند سوال بدهد که آیا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روز اول پیدایش کرونا ویروس خبر داشت که در تاجیکستان این ویروس هست؟ آیا پرزیدنت تاجیکستان خبر داشت که سازمان جهانی بهداشت به پرزیدنت نامه نوشته است برای آنکه نوروز را نگذرانند؟ اگر خبر داشت از این نامه، از این آگاهی و این نوروز را گذران، پس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید فعالیتش از طرف پروکراتور گنرالی تفتیش کرده شود. اگر ترکیب جنایت هست به جنایتکاری به اتهامی دعوت شود. اگر وزیر تندرستی معلومات از پرزیدنت پنهان کرد، باید که وزیر تندرستی به جوابگری کشیده شود. اگر رئیس ولایتی سوخت این جنایت را کرد، این کمبودی را کرد، باید او کشیده شود. ما باید تمام مسئولین دولتی را، باز تکرار میکنم، از پرزیدنت شروع کرده تا وزارت‌های قدرتی، تا رسانه‌های خبری و حتی تا خود پروکراتور گنرالی باید مورد تفتیش قرار بدهیم که آیا پروکراتور گنرالی یگان مراتبه فعالیت وزارت‌ها، فعالیت خود پرزیدنت را در اینجا تفتیش کرد از لحاظ قانونگذاری جمهوری تاجیکستان. چون وقتی که ما قانونگذاری را تحلیل کردیم، در حالت اپیدمی نرسانیدن خبری سری وقتی، پنهان کردن خبر و بخصوص در حالت‌های آن که این به امنیت مردم و ملت تاثیر می‌رساند، این یک عملی هست و این میتواند حتی خیانت ملی و دولتی هم اعتراف شود. باید پروکراتور گنرالی الان وقتی که شروع کرده است از پرزیدنت شروع کند، بعد تمام وزارت‌ها را تفتیش کنند که در رفتار کدام از اینها خیانت به ملت است، خیانت به کشور هست، قانون شکنی هست. آن وقت ملت باور میکنه که واقعا پروکراتور کار کرده ایستاده است. اما اگر بیان چند نفر را فقط به خاطر آنکه قانون کرانتین را در اون جاهای کرانتینی ویران کرده است یا اینکه کدام دکتر را گناهکار کنند که معلومات رو درباره بیمار سری وقت نداد، من فکر میکنم این از جوابگری پنهان کردن جنایتکاران واقعی هست و خود پروکراتور در این صورت جنایت صادر میکند. در اینجا من لازم میدونم یک پیام کوتاه به طبیبان تاجیک هم داشته باشم. اول اینکه من شما را قهرمان‌های ملی میدونم و این عمل شما را از لحاظ شرعی، از لحاظ دین مبین اسلام که در صف پیش مبارزه هستید، این یک نمود جهاد هست. چون شما اولین ضربه رو میخورید، شما با اون بیماری ها نزدیک هستید و الکی چندی از همکاران شما هم به شهادت رسیدند. من شما را دعوت میکنم که در انجام مسئولیت خود خیلی با وجدانانه رفتار کنید. شما امروز در بین هم پودکو در بین سندان هستید با گفتی مردم و شما را از یک طرف حکومت مجبور میکند که
شما خبرهای درست را درباره این بیماری به مردم به جامعه آشکار نکنید. از طرف دیگر شما قسم هیپوکریت را دارید، شما مسئولیت طبیبی خود را دارید که از روی وجدان باید رفتار کنید. من فکر میکنم وقتی آن رسیده است که شما باید از روی وجدان، از روی مسئولیت طبیبی خود رفتار کنید. اگر کسی از روی نشانه های کرونا ویروس میگذرد باید به مردم این را آشکار بگوید، چون یک روز میرسد من میترسم از آن که بعد وقتی که در تاجیکستان دنبال پیدا کردن جنایتکاران و مسئولین گناهکاران میگردند نشود که باز شما را گناهکار کنند. پروکراتور گنرالی، کمیته امنیت، وزارت داخله بیان بگن که فلان وراج، فلان دکتر، فلان مدسستر این معلومات را پنهان کرد و کسی را که از نشانه‌های کرونا ویروس گذشت در حجتهایش نوشتند که از پنومونیا گذشت، از کسلی ایشیمیا گذشت یا از یگان کسلی دیگر. من از اون روز میترسم. بنابراین وقتی آن رسیده است که شما بیاید از روی واقعیت ها رفتار کنید، هم مردم رو آگاه کردید و هم خود را از یک پرونده جنایتی خلاص کردید. چون دیر یا زود من باور دارم اگر این حکومت امروزه نکرد، مطمئن باشد که حکومت بعدی که یک حکومت مردمی خواهد بود این جنایت ها را در دوران کرونا ویروس حتما پیگیری خواهد کرد، حتما خواهد سنجید. فرق ندارد دیگر اونجا پرزیدنت گناهکار بود، پروکرور گنرالی جنایت صادر کرد که این کارها را سر وقت آشکار نکرد، وزیر تندرستی این جنایت را صادر کرد، اینا هم آشکار خواهند شد. اون وقت بعد دیگر ما دلیل نخواهیم داشت، یعنی شما و دیگر کسانی که پنهان میکردن دلیل نخواهند داشت که بالای ما فشار بیاوردند. تا امروز بله فشار بود، امروز که خود حکومت چاره‌های اولی را دیده ایستاده است، پس وقتی آن رسیده است که شما هم در این مسئله یک کمی با جرأت رفتار کنید و این حالت‌ها را آشکار نمایید. من در اینجا صحبت خود را به پایان میرسانم، چون دیگر وقتی طولانی صحبت کردنم نیست، بلکه بار دیگر مردم عزیز را، مردم شریف را دعوت میکنم که این مسئله را جدی بگیرند، خودشان بیایند خودشان را کرانتین کنند، خانواده خود را کرانتین کنند، منتظر نباشند که کی حکومت این کار را میکند. و از طرف دیگر فشار را بالای مسئولین باید بیشتر کرد، زیادتر کرد، تا اینکه مسئولین وظیفه خود را همون طوری که میباید انجام بدهند و ملت را، کشور را در خطر قرار ندهند. تا امروز با جان ملت، با جان هزارها، با امنیت ملت بازی کردند و نشود که از این به بعد هم این رفتار خود را دوام بدهند. من بار دیگر از خداوند ممنون در این ساعتها، در این لحظه هایی که لحظه های کشادن روزه هست و همه ما و شما در روزه هستیم، خداوند ممنون را دعا میکنم که پیش راه این بیماری را هر چه زودتر در وطن ما بگیرد، بیماران ما را شفا بدهد و کسانی که تا امروز فوتیدند پروردگار آنها را در قطار شهدا قرار داده باشد و به مسئولین ما پروردگار انصاف و وجدان را در این ماه شریف رمضان عطا کند که مسئولیت خود را انجام دهند. و از همگان، از همه ملت روزه‌داران تمنا دارم، خواهش میکنم که در حق ملت، در حق کشور، در حق ما مهاجرین هم دعا کنند، انشاءالله که ملت ما، کشور عزیز ما هر چیز زودتر از این مصیبت، از این وبا خلاص خواهد شد. یکایک شما را به پروردگار عظیم الشأن میسپارم تا صحبت‌های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.